انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. من بابیف ابراهیم، خواننده صنف ششم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 89 سینای شهری دوشنبه می باشم. خانه امید دنیا کشورم، کشوری بهناور و بختاورم. زین سعادت سر به گردون ها برم، حافظ آزادی بحر و برم. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. صلح چون خورشید تابان هر سحر، می شود از کشوری من جلوه‌گر. جمله عالم را دهد او زیب و فر، نور بخشد بر سر نسل بشر. می سرایم صلح را در ساز صلح، تا شود دنیا پر از آواز صلح. از استاد عینی شعر خونه. از استاد عینی. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب؟ شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرباغان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ بیایید ای رفیقان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خار گردد. از استاد عینی شما کدام اثرها رو مطالعه کردید؟ مکتب کهنه و آدینه. همین آدینه به کسلی سیل گرفتار می شود؟ به کسلی سیل. انمین لحظه چند مدت می شود؟ در کجا چه خیل می شود؟ آدینه وقتی که بزاودی پخته کار می درآید، در همانجا به کسلی سیل گرفتار می شود، چون که باد و هوای آنجا خیلی چرکین بود. باز کدام کتاب رو خوندید؟ بوستان سعدی شیرازی، بهارستان عبدالرحمن جامی، گلستان سعدی شیرازی، عزیز صلح چیست، بهرام فیروز و باز غیره را مطالعه کردم. از حکایت های تمثیلی عبدالرحمن جامی یگان حکایت کنید؟ از بهارستان؟ از بهارستان بله. از بهارستان گرگ و روباه. روز گرگ و روباه رفته ایستاده بودند، به نزدیکی یک باغ رسیدند و در آن باغ جای در آمدن نبود و گرگ گفت من جای درآمد این باغ را میدانم، یک نه از سوراخی این باغ به درون باغ میدرایم. آنها به درون باغ درآمدند و در آنجا میوه های خوش‌طعم زیبا و رنگین خیلی زیاد بودند. آنها خیلی میوه خوردند. وقتی که باغبان آگاهی پیدا کرد که در باغ آنها دوست پیدا شده است، روباه پی برد و روباه آنقدر بسیار نخورده بود. گرگ نادان که بسیار خورده بود، وقتی که باغبان می آید روباه از همون سوراخی گریخته می براید و گرگ که بسیار خورده بود از آن سوراخی برآمدن نمیتواند. برای همین میگویند نفسی بد بلای جان. حکایه کبوتر و پسران او. روزی از روزها کبوتر 3 پسر داشت و برای آن پسرانش از جاهای دور گلچین چیزها را آورده می دهد. یک روز از وی مرغ خانگی می پرسد تو چرا من را بین؟ من بسیار فرزند دارم و آنها را خورانده می توانم و تو از عهده همین 3 فرزند خودت برآمده نمی توانی؟ کبوتر به مرغ خانگی می گوید من برای پسرانم یعنی برای فرزندانم از جاهای دور گلچین ها را می آورم، چیزهایی که گلچینند. تو باشی از راه ها پرتاب ها را می آوی و به پسران خودت می دهی و برای همین من 3 فرزند را با زحمت و تلاش کلام می کنم. دو امیرزاده بودن. یکی شاه شد و دیگر علم آموخت. امیرزاده شاه شد و بای گشت و یک روز طعنه داد که من شاه شدم و به سلطنت رسیدم، وای باشد حالا هم در مسکنت است. بعد امیرزاده یکم به نزد شاه آمده گفت ای آدم من میراث پیغمبران یافتم یعنی علم آموختم، تو باشی میراث فرعون و حاتم یافتی یعنی پادشاه شدی، به سلطنت رسید. روبایی خوانم. روبایی یا دو بیت است. روبایی درباره مادر شیری سفیدم دادی، دنیا به امید است و امیدم دادی. تا بر سر من چی آید از بیش و کمی، تو بر سر گهواره نویدم دادی. نبینی که عیسی مریم چی گفت، در آن دم که بگشاد رازی نهفت.
که پیراهنت گر ستاند کسی میاویز با او با تندی گر بسه وگر برزند کف بر رخساری تو شود تیر از زخم دیداری تو میاور تو خشم و مکن روی زرد بخوابان تو خشم و مگو هیچ سرد. مردم آزار از مردم آزار از کدام کی است؟ از گلستان سعدی شیرازی. بله کن یک همین که پروگرام مردم آزاره با یک مرد به جنگ بزرگ می رفت و در راه به سر او یک سنگ زد و در راه به سر او یک سنگ زد و او سرش را برداشت تا گفت مگر کوری که نمیبینی این قدر آدم با این بزرگی و به سر من سنگ میزنی. تا مرد سخن نگفته باشد کنی؟ تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد هر بیشه گمان مبر که خالی است شاید که پلنگ نهفته باشد. در این عالم بی‌وفا کسی خرم نیست. بدرالدین هلالی. در این عالم بی‌وفا کسی خرم نیست شادی و نشاط در بنی آدم نیست آن کس که او را در این زمانه غم نیست یا آدم نیست یا از این عالم نیست. از عبید رجب یک شعر خوان. مرا سحر که خیزان مادرم که سوی آبی جو خان مادرم که کرتم بپوشان مادرم که میده بافت مویم مادرم که موچی کرد رویم مادرم که گل به دستی من داد مادرم که مکتبم فرستاد مادرم مرا که گفت قابیل مادرم کیست به من جان و دل مادرم. یک سنجابه به طور درخت می براید و او ناگهان پایش لغزیده افتیدنی می شود و می گوید اگر من افتیده مورم مادرم مرا قپیده می کشد. پدر پیش از به درس رفتنی پسرش تاکید می کند پسر جان امروز نیز بهای دو گیری باز به هیزم شکنی می روی. پسر از مکتب برگشته جزدانش را به خانه اشان مانده به بیرون می روند. پدر می پرسد به کجا می شد به هیزم شکنی. گوشی سخنچی اینطوری کاشانه چشم جهانتاب در کنج خانه تلویزور خلطچه هایش چین هر انگشت پوشی شود آنگه پنجه گه مشت دست پوشک نه پا دارد و نه سوم یک سر دارد و یک دوم. چی؟ مور. پلنگ دو چشم دارد دو چشمی پرخشم دارد پلنگ دو چشم دارد دو چشم پرخشم دارد پلنگ دو چشم دارد دو چشمی پرخشم دارد. پیسته دارم بیسته دارم پیسته دارم بیسته دارم پیسته دارم بیسته دارم تشکر. ضرب المثل چاهکن زیری چاه. تشکر پسر جان. انیسی قلبی زاری من کتاب است رفیقی نامداری من کتاب است اگر تا صبحی دم تنها بمانم فقط پیوسته یاری من کتاب است. من حسین و امینه خواننده صنف پنجم مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه رقم 2 برای خوانندگان بالیاقت شهر دوشنبه تحصیل میکنم. من سراول میخواهم یک شعر از عبدالستار رحمان پیشکش شمایان گردونم. پدر شاد و مادر شاد خواهر شاد و دادر شاد برادرم پدر شد صاحبی گل پسر شد پدر جانم بابا شد مادر جانم ماما شد عمم بشد خواهرم عمک منو دادرم. همین خروج زیرک رو نقل کن. خروز زیرک وقتی که خروز با گور وا میخورد و خروز به گور میگوید که تو از کجا آمده ایستاده گور جواب میدهد از نزد دوستم. برای چی از نزد دوستت آمده ای؟ میگوید که برای آن که من با دوستم به خانه دوستم رفته بودم که قهوه خوریم. بعد خروز گفت من هم گرسنه ماندم میخوای میشد که منم به خانه دوستت روم. بعد گرگ جواب میدهد بعد مایلش میگوید آنها به خانه دوستشان میروند در آنجا آنها صحبت کرده خوراک خود را میخورند. خوش از کدام شاعرها شعر از یاد کرده؟ از استاد امین جان شکوهی، صدرالدین عینی، میرسعید میرشکر. از امین جان شکوهی کدام شعرها را میدانی؟ از امین جان شکوهی در وقت تعطیل. باز مربانی من چوجه برآورد. باز خی در وقت تعطیل خوان. در وقت تعطیل تو از تحت دیل خان و خان و خان دان و دان و دان اسباب خانیش
کرده ساز و ساز رسوی مکتب تاز و تاز و تاز با کتابی نغز شین و شین و شین معنای آن را چین و چین و چین گفتی معلم سنج و سنج و سنج دایم بهاگیر پنج و پنج و پنج. آفرین. انا نه. باز من دو بیتی و ربایی های شفایی از بر نمودم. یک دو بیت خون کنی؟ دو بیتی. سری چشمه رسیدم تشنه بودم دو تا چادر سفیدی طرفه دیدم با چشم دیدم با دل آه کشیدم خداوندا مرادی دل ندیدم. همین صدرالدین عینی در چند سالگیش به مکتب رفته است. صدرالدین عینی در وقتی که او 6 سالمه بود پدر و مادرش او را به مکتب میفرستند و در آنجا او با وقتی که دوستانش از او زیادتر یاد گرفته بود و مادرش به او نصیحت کرده بود که تو باید با دوستانت برابر شوید. همین قاری اسمت برای چی او را قاری اشکنبه میگفتن؟ برای آنکه او وقتی که او خسیس بود و او وقت زنهایشان توقی میدوختند و او توقی آنها رو گرفته میرفت و یک لخ به بازار میفروخت. وقتی که او وقت فربه بود و بعد آن را لقب گذاشته بودن که قاری اشکنبه. برای پرخوریش بوده گفتن قاری اشکنبه میگفتن. هر بگو قاری اشکنبه به مسجد میرفت. بله وقتی که او وقتی که سمای خود را میبرد و به بنگ میگذاشت وقتی که در نماز خواندن بود و در قفای آن پسرک جوان نشسته بود و به او میگفت که بنگ سوخته است و او بعد در آخر میگوید که وای پولم میگوید و بعد وفات میکند. شاعری که برای شما شعر میگویند دامنار یک بتونی به ترتیب نامبر کنی؟ صدرالدین عینی قبول. شریفی محمدیار محمد غایب باقی رحیمزاده میر سعید میرشکر دل می رود زی دستم صاحب دلان خدا را دردا که روزی پنهان خواهد شد آشکارا کشتی نشستگانم ای بادی شورته برخیز باشد که باز بینم دیداری آشنا را 10 روزه مهری گردوم افسانه است و افسون نیکی به جای یاران فرصت شمار یاران ای مانده قدم برای مکتب عالیست مقام و جای مکتب سببی حیات باشد مکتب سببی نجات باشد مکتب به تو عقل و نوش بخشد مکتب به تو شهد و نوش بخشد برخیز و گذار خوابی خود را برگیر به کف کتابی خود را رو از همه پیشتر به مکتب شوق است اگر تو را به مکتب سعی بنمو علم و آداب خوشتر ز شریک خویش در یاد تا در دو جهان عزیز باشی با دانش و با تمیز باشی. تخمی کدو شینانده قدی جو شینانده بجوی ما آب آمد آبکی ورزاب آمد کدوی ما کلان شد فانوسی با غمان شد. دیدی از یوسف جان احمدزاده است این شعر. به مهمانی نو جسته نامی خوب و مناسب من گفتم نامش نظر او گفتا نامش صاحب من گفتم اینش زیبا او گفتا اینش زیباتر بعدی بحثی زیاده نامش شد صاحب نظر نیمی نام از آنی من نیمی نام از مراد است کسی نداند تا حال نامش را کی نهاده است. مرد 3 پسر داشت و میخواست که آنها را زن دهد به خانه میرود 3 دختر دارد یکمش عشق نام دارد دویمش زندگی و سومش دنیا. اول عشق میآید که چشمش کور زندگی میآید پایش شکسته بچه ها میگویند اگر عشق همینه اگر زندگی اینه چشمم نمیخواهد دنیا را ببینه بیرونش به جان درونش جاندار. جای جواب چیستان تخم.
اوهو از دور دیدم ارنگ ارنگ جامشوی سبز رنگ. جواب چیستان بادرینگ. می روی می رود می ایستی می ایستد. جواب چیستان سایه. ضرب المثل. میدونم. با ماه شینی ماه شوی، با دک شینی سیاه شوی. در خونه نرفته مهمان می آید. بای از فربهی خود می نالد کم بغل از لاغری. تزگویاک. من پسری پدرم پدرم پسری پدرش. 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 سلامت باش. تاجیکستان تاجیکستان می کنم شکری کم و بسیاری تو. می کنم شکرانه از آزرم و از آزاری تو. از تو من سرون نمی خواهم، وطن هستی بس است. با خس و خارت برابر زندگی کردم بس است. از وطن مایلش وطن 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 منم به تو تنی وطن. کسم اگر کسی تویم، خسم اگر خسی تویم. وجودی تو از دو تن و زمین و جسمی من و تویم هم وطن 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 وطن. آفرین دختر جان، تشکر به تو. از ملت و از زبان خود یاد کنید، ارواح گذشتگان خود شاد کنید. تا حرف زند به تاجیکی طفل شما، دنیای ورا تاجیکی بنیاد کنید. من اسماعیل ابوبکرزاده خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 101 ناحیه سینا شهر دوشنبه می باشم. افسانه‌های خلق تاجیک خواندین؟ بله، من 3 تا افسانه خلق تاجیک خواندگی ام. چند تا؟ 3 تا. بوزک جنگلپا، ایرج طلسم شکن و کلچچه. از شاعرها چی خوندید؟ کدام شاعرها؟ از استاد صدرالدین عینی شعر از یاد کرده ام. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلانی باغ مکتب، سحرگاهان چرا خوابید هر شب. شما هم در نوا آید باید، که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش است چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید، چرا در کنج بیکاری نشینید. بیایید ای شریکان درس خوانیم، و بیکاری و نادانی نمانیم. در عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل معنی خار گردد. باز از کدام شاعرها شعر خوندی؟ باز از استاد لاهوتی، از استاد میرزا ترسونزاده، از استاد میرشکر، از استاد امینجان شکوهی. از استاد ترسونزاده چی خوندی؟ از استاد ترسونزاده شعر چوپان، داستان سیاه هند. چوپان از یاد کردی؟ بله. یک پارچه خوان کردی؟ چوپان به سر کوه چریدن رمه دارد، از سنگ به خرسنگ جهیدن رمه دارد. بوی گل کوهی و علفزار چراگاه، در پنجه باد است و دویدن رمه دارد. چون ابر سفید که گرفته است فضا را، چادر به سر سبزه کشیدن رمه دارد. سرچشمه زند جوش، از آن بره کند نوش، از جای صفا بخش پریدن رمه دارد. در دست شوبان چوب خطاب است به دشمن، گرگان به هراسند و رمیدن رمه دارد. شوق و هوس دیدن این منظر زیبا، من دارم و تو داری و دیدن همه دارد. برک الله پسر جان. خوش از نویسنده ها چی خوندی؟ از نویسنده ها نثر، کتابای نثر از استاد صدرالدین عینی، نامشان بگوی. مکتب کهنه، مرگ سودخور، قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک، داستان‌های شاهنامه ساتیم اولوغزاده، روایت سخنی استاد اولوغزاده. از داستان‌های استاد، از داستان شاهنامه برگردان استاد ساتیم اولوغزاده چی یادت است؟ کدام ها نام برک می‌کنی؟ حکایه هاش را کیومرث و اولاد او، هوشنگ با جمشید، ضحاک، کاوه آهنگر، زالیزر، داستان زالیزر و رودابه، پسرهای زالیزر، ایرج و غیره ها. هوشنگ را نقل کن.
یک مرد وقتی که هوشنگ به تخت شاهین شیش او را بابایش به او گفت که پدری تو را یک دیو کشته است که من صورت او را در یادم گرفته ام و گفت که بابا کنی رفتیم به من همون دیو را نشان ده و به پیش یک کوه با یک لشکر رفتند و هوشنگ گفت که نیمی لشکر به آن طرف رود به نزد دیوان رود و نیمی لشکر از طرف دیگر رود و دیوان را کشند و رفتند. کیومرث وقتی که دیوان بر آمدند کیومرث به او همون دیو را نشان داد که سیامک را کشت و هوشنگ به جنگ در آمده همون دیو را سرش را از تنش جدا کرد. سیامک کی بود؟ سیامک پدر هوشنگ پسر کیومرث. خب قهرمان‌های توتی‌نامه رو بگویید. قهرمان‌های توتی‌نامه میمون، خجسته، توتی، شارک. چرا همون خجسته میخواهد که با توتی مناظرهشون در سر چی بود؟ در سر خیانت برای آنکه خجسته را یک مرد وقتی که میمون به تاجری رفت یک مرد بعد از خجسته آمد و گفت که ای زنی خوش رو کنی به مهمانی به خانه من می آیی و توتی این را شنوید. خجسته بله گفت و توتی این را شنویده خجسته را فریاد کرد. شارک گفت که نه خیانت نکن به میمون و خجسته شارک را به دستش گرفته به زمین پرتافت و شارک مرد و توتی گفت که من رو نکش و خیلی به میمون هیچ چیز رو نمیگو و گفت که من هیچ چیز رو نمیگویم لیکن اول همین حکایه رو گوش کن و رفت. قیماق گرد کاسه پاویسته مؤلفش کی است؟ مؤلفش عبدالملک بهاری. برای چی همین قیماق گرد کاسه گفتن؟ با مضمون اثر این یگان علاقمندی دارد؟ نه. خب اکنون فهمونید برای چی؟ برای که در خود همون کتاب یک پاوست است نامش قیماق گرد کاسه و آنجا درباره همون شاعر و مادرش می رود و دادر خوردککش که آنها در یک دشت کار میکردن که از خانهشان خیلی دور بود و به خانه آنها فقط یک مرد می آمد که نامش شادمانمک بود. همون کودک‌ها او را شادمانمک گفتن. نام اصلیش بود شادمان اشرف و به آنها خیلی زیاد توفه میکرد شادمانمک و همون به نویسنده و دادرش لیکن به مادرش شادمان اشرف معقول نبود برای آنکه او مادرش را خیلی کار زیاد میفرمید غم میداد برای همین به مادرش معقول نبود شادمان اشرف و یک روز همون نویسنده با برادرش با مادرشان به همان جای کارکنی می روند و در آنجا آنها گندم را میکنند و اسماعیل جان تشکر. از ادبیات کلاسیکی هم غزل از یاد کردگی هست؟ بله. مرحمت از کی ها میدونید شما؟ از استاد غزل ابو عبدالله رودکی، از حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، امیر خسرو دهلوی. کنی از امیر خسرو دهلوی یا غزل خونه؟ ای چهره زیبای تو رشکی بوتانی آذری، هرچند وصفت میکنم در حسن از آن زیباتری، هرگز نآید در نظر نقش زیرویت خوبتر، شمسی ندانم یا قمر، حوری ندانم یا پری، آفاق را گردیده ام مهری بوتان ورزیده ام، بسیار خوب باندیده ام اما تو چیز دیگری، عالم همه یغمای تو، خلق همه شیدای تو، آن نرگس شهلای تو آورده رسمی کافری. ای راحت و آرام جان با قد چون سروی روان، زین سان مرو دامن کشان کارام جانم میبری،
عزمی تماشا کرده ای آهنگ صحرا کرده ای جان و دلی ما برده ای این هست رزمی دلبری خسرو غریب است و گدا افتاده در شهری شما باشد که از بحر خدا سوی غریبان بنگری. لیمو شعر کی است؟ لیمو محمود دیاری. محمود دیاری کنی؟ لیمو ای وخشی خوشم درخشی بر جسم و جانها راحت ببخشی تو ناردانی خوشبوی چندان مانند کاکو زرین و خندان لیمو ای وخشی خوشم درخشی بر جسم و جانها راحت ببخشی. سنگین و پروین همین شعر بندی اول بندی آخرش خون. بند اول سنگین جانی جانانه جلد آوخته در شانه به مکتب خود می رفت چکان شده شدانه. آخرانش دانا شده سنگین جان خانا شده پروین جان بر سنگین و بر پروین آفرین و آفرین. آفرین و آفرین. رخساره جان رخساره شعر کی است؟ نظام قاسم. کنی خونم شعرم. رخساره جان رخساره ای مهپاره آرام جانی آچه یاری رسانی آچه کورتشویکی دادر اللگویکی دادر تا سومکبرکی اکا تاجی سرکی دادا. شعر از استاد علیداد چراغ عبدال. نوری وحدت بقای استقلال جاویدان باد شعاع استقلال تاجیکستان شکوفه‌زار شده ما بخوانیم ثناء استقلال همچو رزمی حیات رنگ به رنگ پرتوشان لیوای استقلال از نمو دیاری بختی بلند پرشکوهتر جلای استقلال بحر بختی نکوی ملت خش جان فدایم برای استقلال باد پروازگاه کفتر بخت باغ و راغ و فضای استقلال مرز خاک وطن نمای عموم فیض و نعمت سخای استقلال.